تصاویر جالبی بود. سندرم اردک. سندرم اردک یک سندرم اجتماعی و سازمانی هم میتونه باشه. در واقع داک سیندروم اولین بار زمانی که تعدادی از دانشجویان دانشگاه استنفورد خودکشی کردن، محققین رفتن و به پست ها و ایمیل های اینا مراجعه کردن. دیدن اینها عموماً در نهان و در پشت پرده افسردگی داشتن، اما در ظاهر شادی میکردن، خنده میکردن، خوشحال بودن و تمایلات خیلی با روحیه و شادی طلبانه ای داشتن. در زمینه اجتماعی ما میتونیم شاهد این باشیم که دانشجویانی که خیلی ازشون توقع میره، همسران، کارمندان، کارکنانی که ما ازشون خیلی توقع داریم و اینها تحت فشارهای روانی قرار میگیرن، اما در واقعیت با این کار ما داریم به اونها فشار مضاعف وارد میکنیم و اونها رو اذیت میکنیم. یعنی چی؟ همینطور که فیلمی رو که خواهر عزیزم معصومه شیرزادی روانشناس بالینی فرستاده، ملاحظه بفرمایید، حرکت اردک رو با هم ببینیم تا روش با هم صحبت بکنیم. به حرکت اردک نگاه کنید که در روی آب بسیار راحت، خیلی سبک داره شنا میکنه، اما در زیر آب پاهاش تقلای زیادی میکنن برای اینکه بتونه پیش بره. مثل آدم هایی که عکس های پروفایل خیلی جذابی میذارن، خوشگذرونی ها و خوشی هاشون رو در فضای مجازی به نمایش میگذارن، میخندن، شادی میکنن، در صورتی که اینطور نیست. اگر با کمی دقت به این آدم ها نظاره بکنیم، تیک های مختلف در میمیک صورت اینها و رفتارشون رو میتونیم ببینیم. این آدم ها عموماً سردرد دارن، حالت تهوع دارن، دچار کمخوری یا پرخوری هستن، بلا تکلیفی ارتباطی دارن و با دقت میتونیم افسردگی هایی در اینها رو ببینیم. خب چرا این چنین میشه؟ این به جهت اینه که آدم ها از توان اون کار بر نمیان، عزت نفس پایینی دارن، فشارهای اجتماعی و اطرافیان روشون زیاده، فضای مجازی تبلیغات و بمباران بسیار زیادی میکنه و اینها شاید دچار عقده‌های حقارت و عقده‌های خودکمبینی بشن و احساس خودکمبینی داشته باشن، بدنشون، کارشون، خودشون رو نپسندن و فکر بکنن اون چیزهایی رو که مردم نشون میدن و میبینن واقعیه و در مورد خودشون اشتباه فکر میکنن و خودشون رو دست کم میگیرن. در سازمان ها هم ممکنه این اتفاق بیفته و فشار بیش از اندازه به کارکنان میتونه لطمه بزنه و اونها رو دچار سکوت سازمانی بکنه که بسیار خطرناکه.